فرید کسی رو بیشتر از خودت دوست داری؟ مادرم خیلی دوست دارم. باورت نمیشه این همه جنگم، این همه جلو رفتنم، این که مامانم بخنده، منو وقتی نگاه بکنه افتخار بکنه، بگه این پسر منه، جونمو براش میدم. مامانم به نظرم مامانم همون انگار جلد خدا رفته تو مامانم. کیو پیدا میکنی زنگ بزنه؟ غذا خوردی؟ اون کارو کردی؟ چرا اخمات تو همه؟ چرا رفتی تو لک؟ چی کار کنم خوشحالت کنم؟ کی اینا رو بهت میگه جز مادر؟ او مادرها عشقن. یعنی حسرت اون روزی رو میخورم که اگه مامان نداشته باشم باید چی کار بکنم. یه لحظه نبودش رو فکر میکنم، میگم این دنیا واسم نمیارزه دیگه، انگیزه واسه جنگیدن ندارم. چون مادر همون فرشته‌ایه که تو رو با هم، یعنی همونی هستی، این تیشرت رو تا الان بدترین رنگش رو بپوش بهت میاد، براش تو همونی، هر کاری بکنی، هر کار کنی اون دوستت داره. بهش بد بگی دوستت داره، خوب بگی دوستت داره. مادر رو از کجا بریم بگیریم؟ کدوم فروشگاهی مادر میفروشه؟ یک باره. تو یه بار پدر خواهید داشت و یه بار مادر. پس یه جوری ازشون لذت ببر و قدرشون رو بدون که دیگه هیچ وقت حسرت نخوری. چون من الان حسرت نبود پدرمو میخورم، هر ثانیه، تو هر لحظه.